زمستان بهترین فصل برای اصلاح خاکه. حالا سوال پرسیده میشه آقا اصلا اصلاح خاک چی هست؟ ببینید ما اگر خاکی داریم که مرغوب نیست، اگر خاکی داریم که درختش خوب رشد نمیکنه، اگر فاکتورهای دیگه اوکیه و خاکی داریم شور پی اچش بالاست، ماده آلیش کمه که قطع به یقین 90% کشاورزای ایران اون ماده آلی خاکشون زیر 0.5%، باید بالای 2% باشه، زیر 0.5%. حالا اگر بخوام اصلاح خاک انجام بدیم، خاک رو از 3 منظر، یعنی 3 تا ستون کنار هم دیگه است که یک بنا روش گذاشته میشه، بنای خاک حاصلخیز. خاک رو از لحاظ فیزیکی، از لحاظ بیولوژی و از لحاظ شیمیایی باید اصلاحش بکنیم. از لحاظ فیزیکی میشه آقا ببینید جنس خاک چیه، چقدر در واقع اون ساختمانش و بافت خاکش چطوریه، که آزمایشگاه میدین بهتون اون شرایط فیزیکی و شرایط شیمی خاکتون رو بهتون آزمایشگاه میده. شرایط بیولوژیکش رو من بهتون میگم چطور خودتون میتونین بسنجین کم کم توی پیج. من میگم امسال چون در خاک‌های ما بیشبود فسفر داریم، چون فسفر زیادی استفاده کردیم طی سالها، من میام امسال ورمی کمپوست استفاده میکنم، یک کمپوست مرغوب استفاده میکنم، میریزم. به جای اینکه بیام روی شیمی خاک و استفاده کردن از عناصر معدنی تمرکز بکنم، قارچ مایکوریزا و ورمی کمپوست استفاده میکنم. این باعث میشه که بیولوژی خاک من غنی بشه و اصلاح بشه، باعث میشه همینها فیزیک و ساختمان خاک من رو اصلاح بکنن. زمانی که خاک شما فیزیک درستی داشته باشه، بیولوژی خوبی داشته باشه، یک سری از عناصر غذایی که شما روحتونم از وجود اونها در خاک خبر نداشته، رفتین آزمایشگاه هم بهتون نگفته، ولی موجود در خاک شما هست، در اختیار درخت شما قرار میگیره. یعنی اگر شما بخواید یک فاکتور رو، میگید آقا من اصلا آزمایش خاک انجام ندادم، یک فاکتور رو فقط بخواید امسال ارتقا بدین، نتیجهش سال آینده میبینید، همینه که امسال کمپوست مرغوب استفاده بکنید. کمپوستی که واقعا کمپوست شده باشه، کمپوستی که تجزیه شده باشه و شما ترسی از استفاده کردن ازش نداشته باشید. چون کمپوست خام، کمپوست تقلبی و غیر مرغوب در کنار تمام اون مشکلاتی که میتونه داشته باشه، در حجم بالا اگر استفاده بکنید، من مشکلاتش رو پس دیگه گفتم، در حجم بالا که استفاده بکنید، چون این مواد کاملا خام هستن، نیاز به تجزیه شدن دارن توسط باکتری‌ها و قارچ‌ها، نیتروژن خاک شما رو میکشه. در کنار اینکه نیتروژن خاک شما رو میکشه، گرمای زیاد تولید میکنه و نمیتونید اصلا. دلیل اینکه قدیمی‌ها میگفتن آقا بارو میریزن میسوزونه، چاله میکنن میسوزونه، به خاطر همین موضوعه. حالا ممکنه شما در یک حجم کمی سطحی استفاده کرده باشین، طی سالها مشکلی براتون وجود نیومده باشه بلافاصله، اما در حجم بالا نمیتونید این کارو بکنید. امسال کمپوست مرغوب پیدا بکنید، اگر پیدا نکردید من بهتون میگم کجا بگیرید، استفاده بکنید. فیزیک خاک و بیولوژی خاک رو اصلاح میکنه، سال بعد نتیجهش رو خواهید دید. اگر این پست برات مفید بود حتما ذخیره‌اش بکن و بفرست برای دوستات. پیروز موفق باشید. دست زدن ما ببینم حالا